سفر رفتن شروع یک زندگی کوتاه اما پر از چالشه. ما توی سفر کردن یاد میگیریم که چجور هزینه بکنیم که تا آخر سفر مدیریت هزینه داشته باشیم، یا یاد میگیریم که چجور خوش بگذرونیم که تا آخر اون سفر برامون هیجان انگیز و جذاب باشه. به معنای واقعی کلمه سفر کردن شبیه یک زندگی کوتاه میمونه. هر آن چیزی که قرار شما توی زندگی کردن یاد بگیرید رو میتونید به صورت دورتون و خیلی فشرده‌تر توی سفر کردن تجربهش بکنید. مثل همه انسان‌هایی که قراره یک روزی زندگی رو شروع بکنن و یک روزی زندگی رو به پایان برسونن، سفر کردن هم همینطوره. یک روزی قراره شروع بشه و یک روزی هم به پایان برسه. عده‌ای دارن زندگیشون رو شروع میکنن و عده‌ای دیگه قراره زندگیشون به پایان برسه. ولی خب بهترین گزینه برای عمده ایرانی هایی که در فصل تابستون از هوای طاقت فرسا و گرمای طاقت فرسای تابستون فرارین، شمال میتونه بهترین گزینه باشه. ولی شمالی که میگیم از آستارایی میگیم که توی گوش سمت راست گربمون قرار داره تا زادگاه مردمان ترک تبار ترکمن. سفر کردن به شمال مثل سفرهای دیگه قطعاً چالش‌های ریز و درشتی رو به همراه داره، ولی خب مهمترین و اصلی ترین چالش سفر کردن به شمال خب قطعاً ترافیکشه. تهرانی‌ها توی روزمرگی‌هاشون و توی بعدازظهرهای خودشون قطعاً ترافیک‌هایی رو تجربه می‌کنن، ولی خب ترافیک تهران کجا، ترافیک شمال کجا؟ مسافتی که قراره شما توی 3-4 ساعت طی بکنید مجبور میشید توی 11-12 ساعت طی بکنید. عدد کمی نیست. 11-12 ساعت شما میتونید خیلی کارهای فوق‌العاده و جذابی رو انجام بدید، ولی فقط باید توی ترافیک بمونید. ماشین رو خاموش بکنید و برای اینکه پاتون نگیره از ماشین پیاده بشید و بین ماشین‌ها پیاده روی بکنید. واقعا عذاب آوره، واقعا. مشغول پیاده روی صبحگاهی بین ترافیک. دیوانه خونه است. چی میگی؟ روانی این ترافیک درست میشه؟ چهار صبح ما رو بیدار کردن یه ترافیک گیر نکنیم. گیر نشد. خیلی اوضاع خیته. تا چش کار میکنه ترافیکه. عالیه. تا چش کار میکنه ترافیک، من نمیدونم تا ترافیک. وقتی که از ترافیکش عبور کنیم وارد بهشتی وصف ناپذیر میشیم. شما رو میتونیم دروازه‌ای رو به بهشت بگیم که پر از زیباییه، پر از رنگ و لعابه، از همه مهمتر پر از اکسیژنه. وقتی که داریم از جاده ساحلی رد میشیم و به جنوبمون رو نگاه بکنیم متوجه دیوار سبز رنگی میشیم که مثل زنجیر به همدیگه وصل شدن. دیوار سبز رنگی که پر از رمز و رازه و هر چقدر که بیشتر داخلش بری بیشتر میتونی این رمز و رازها رو کشف بکنی. پر از قشنگیه، زیبایی‌های درونی داره که هیچ جا نمیتونی پیداش بکنی. رطوبتی با چاشنی خنکی داره که وقتی که به صورتت بخوره آنچنان مستت میکنه که مثل بختک نمیتونه رها بشی ازش، نمیتونی آزاد بشی ازش. ما الان وسط جنگلیم، دریام قشنگ معلومه. خیلی ترکیب باحالیه. خیلی طبیعتش عالیه، هوا عالی، یعنی خیلی هوای خوبی داره. نه شرجی که بزنه ذوقت و لباست رو خیس کنه، نه چه میدونم یه بارندگی ریزی داره، یه خنکی خیلی خوبی هم داره. هواشو خیلی خوب کرده، خیلی خوبه هوا، عالیه واقعا. هوا جاتون خالیه، بی‌نظیره، عالیه. چیز دیگه نمیتونم بگم. شبیه چیز آنچارتیده. فقط نه شبیه کال آف دیوتی هست. اون مراحلی که مثلا مخفی کاری میری بعد رد چی آف دقیقا. اینقدر پیاده رویش سنگین بود من شروع شدم فقط عرق میکنم و این خیلی تجربه عالی بود. بکنم اگر اشتباه نکنم آبشار سی سنگان اینجا، اگر اشتباه نکنم، نمیدونم دقیق بکنم. خیلی تجربه باحالی بود اومدن به اینجا و خیلی قشنگ بود. همه چیش انقدر سرسبز بود، میگم هواش هم خیلی خوبه ولی چون یک نمش درجی داره، یه خورده که میدوی یه خورده که راه میری عرق میکنی، ولی در کل خیلی باحال بود، خیلی باحال بود.
صدای زنگوله های دور گردن گاوها رو که بشنوی نشون میده که هنوز زندگی جریان داره، نوید زندگی کردن میده. هنوز خیلیا هستن که گرفتار و درگیر زندگی های شهری و محصولات صنعتی نشدن و خیلی جذابه، خیلی اصلا وصف ناپذیره، واقعا وصف ناپذیره. درست بشین مگه درست بشین. نه برو عقب‌تر. نه مثل آدم نمیتونی مثل من بشینی. نه بیشتر چی میگه؟ میگم که من همان ویرگولم. من همان ویرگولم خواهان پایانم ولی محکوم به اعدامم. سلام بای بای خوش گذشته سفر؟ چقدر خوش گذشته؟ چند تا خوش گذشته؟ صحبت کن. 10 تا 10 بزن. بیا ما شمال رو به هواش میشناسیم، هوایی که فعلا قصد نداره رفتارش رو عوض بکنه، هوایی که وقتی به آسمون نگاه بکنی فقط یک خورشید میبینی ولی خب 10 دقیقه بعد آنچنان بارونی میگیره که خیس شدن زیرش به هر چیزی توی دنیا میارزه. بارونی که مهمون نوازه، بارونی که ملایمت میکنه و هوای مهموناشو داره که یه وقت شدت نگیره که ما از زیبایی‌های شمال جا بمونیم و مجبور بشیم زیر خونه ها پناه ببریم. میذاره که از زیبایی‌های شمال استفاده بکنیم و قشنگیاشو بیشتر ببینیم. اگر از من بپرسن جذاب ترین بخش شمال کجاست، قطعا خوراکیاش رو میگم. از ترشیاش گرفته تا کلوچه، زیتوناش، لواشک‌هاش که دشمن سرسخت آب دهان هستن. همشون جذابن و هیچ جای دنیا نمیتونی مثلشو پیدا بکنی. بی‌نظیرن و اصلا هیچ چیزی نمیشه در موردشون گفت، هیچ توصیفی نمیشه در موردشون کرد، انقدر اینها خوشمزن. ولی خب بگم تست کردنشون از خرید کردنشون خیلی جذاب‌تر و میتونم بگم خوشمزه تره. چجوره؟ واقعا کبابه. چیه؟ چه مزه خوبی داره. یه دون کبابی. چجوری بود خوردی؟ کل 99 هر چقدر از اون تو دهنم بود یهو منقبض شد بعد ول کرد. فروشیش اینطوری منقبض می‌کنه ول می‌کنه. برو خفته. همین؟ چه خاصی دیگه نداری؟ میشه زوم نکنی ناراحت. ولی خب وقتی که سفر میری دوست داری خرید بکنی، فرقی هم نمیکنه کجا میری، ولی خرید کردن یکی از جذاب‌ترین بخش‌های سفره. فرقی هم نمیکنه خوراکیش باشه، سوغاتیش باشه یا لباس باشه. چرا؟ خیلی جلفی بده من بپوشم. نه خیلی هم خوبه. کفت این همه تو کفت بود یاد بزن. من خودم میپوشمش. مالی نی بده بده من. من شاید پوشم به تو چه؟ مالی. تا اینجا به همه چیز اشاره کردم غیر از دریا. هم میتونه باهات دوست باشه، هم میتونه بدترین دشمنت باشه، هم میتونه آروم باشه، هم میتونه خشن باشه. ولی خب در عین حالی که میتونه خشن باشه میتونه انقدر آروم باشه که وقتی که به دریا نگاه بکنی از تمام دنیا فارغ بشی و تمام چیزایی که تو دنیا هست رو یادت بره و فقط دوست داری به دریا زل بزنی. دریایی که یه وقتایی تلاش میکنه به ساحل نزدیکتر بشه، یه وقتایی هم تلاش میکنه از ساحل دورتر بشه. خاصیت دریا همینه، جزر و مد. ولی خب دریاست، آرامش میده، مثل مسکن میمونه برات. فرقی هم نمیکنه حالت چجور باشه. توی بدترین شرایط ممکن هم باشی آرومت میکنه، توی بهترین شرایط هم باشی بهترت میکنه. ولی باید همیشه سفر کنیم تا یاد بگیریم که بقیه مردم چجور زندگی میکنن، یاد بگیریم که آرامش بگیریم، یاد بگیریم که بخندیم، یاد بگیریم که توی بهترین مواقع بخندیم و توی بدترین مواقع هم بخندیم تا یه وقت همسفرامون
از ناراحتی هامون پی نبرن و خب ناراحتشون نکنیم. سفر کردن خیلی چیزا بهمون یاد میده. دنیامون شبیه کتابی میمونه که با سفر کردن میتونیم کتابمون رو ورق بزنیم. خیلیامون شاید 1-2 ورق کلا زده باشیم از این کتابمون، ولی خب با سفر کردن خیلی میتونیم بیشتر آگاهی داشته باشیم نسبت به این کتابی که خیلی حجیم و قطور میتونه باشه. سفر کردن خیلی چیزا بهمون یاد میده. سفر کردن یاد میده که با همدیگه دوست باشیم و قدر لحظاتمون رو بدونیم که سریع میگذره و سریع تموم میشه. خداحافظ.